گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 211. این برنامه با همکاری مرزیه، بنان، تجویدی و کسایی تنظیم گردیده. آهنگ سگاه از تجویدی، ترانه از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از وحشی بافقی، عطار نیشابوری. گوینده روشنک. گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد؟ از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟ از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟
این بار غزلی شیوا از شیخ فریدالدین عطار با صدای گرم بنان و سپس آهنگی دلانگیز از هنرمند ارجمند تجویدی آمیخته به نظمی شیوا از شاعر جوان معینی کرمانشاهی با صدای لطیف مرزیه به سم می‌رسانیم. دیگر ابیات از وحشی بافقی، مولانا و بیت پایان برنامه نیز از وحشی بافقی است. عزم آن دارم که امشب نیمه است، پای کوبان کوزه دردی به دست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلم در برنهم، پس به یک ساعت به بازم هر چه هست.
پرده پندار می باید درید توبه تزویر می باید شکست. ساقیا درد شرابی دلگشای این که دل برخواست می بر سر نشست این که دل برخواست می بر سر نشست. ساقیا درد شرابی دلگشا این که دل برخواست می بر سر نشست. وقت آن
که دستی برزنم چند خواهم بود آخر پای بست وقت آن آمد که دستی برزنم چند خواهم بود آخر پای بست روم به جای دگر دل دهم به یار دگر روم به جای دگر دل دهم به یار دگر هوای یار دگر دارم و دیار دگر به دیگری دهم این دل که خار کرده توست چرا که عاشق تو دارد اعتبار دگر خموش وحشی از انکار عشق او که این حرف خموش وحشی از انکار عشق او که این حرف حکایتی است که گفتی 1000 بار دگر
حراست ز خزان ز بلا کی بگریزد دل سودا زدگان خموش وحشی از انکار عشق او کین حرف خموش وحشی از انکار عشق او کین حرف
حکایتی است که گفتی 1000 بار دیگر. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه